الله پاک بخشنده مهربان نام وجه هل کسه اگه چونده که جنی حلاس دی ماشاءالله چون هم جنه یکی هنگان طلبگاران وطن بله خیر چونده که جنی سلامت واته ما شبیم بستیم ساعت دو نیمه شو کسی اندازه اینه نیم ساعت بله ماشاءالله ما یک ساعت گشتر جنه یک کسی تنها 31 دکتر یکی 22 دکت 22 وجه 31 تیم چو بیان 53 23 23 و 3 و یک 4 وجه 54 دکه تانای دوینا آدگرام بله 12 13 اصلا حساب مکنی تو بگه یک ساعت خورده ها دان چه چون چه کنی یه خلاص بی کسر رو کسر نی سلامت باتی یه حال کسر ما چونده واره مردمشان مولا دپا سوری نیاره دپا ما سوری نیم چطور ما باری نبی مردم ما وارتو ما بننده نیم ساعت رنده کسر بجنیم مولا دیر کن هر پای مکنه بالاخره مردم چی عیب کشن سلامت باتی بله واجم ببخشی ها شب نیم ما نشن ساعت دو نیم ما گو نجنی حلاس کنی هم دا بله برات وجه هنگا سپارش دهنگا وش چونده بجان دیگه چای واره نوکه وشک بی چونه بی اکثر مردم بجان نه ببخشی سو کنم برات کشم بجان ما وشن چونده جنه بله انچی تیم مدفع تو وارکم چای واره آپی واره یا چونده خارگا مکر ایران دیگه چه نی خارگی واره کپکی واره دپا تامدار کنی که سه ماشین جنه شتر سلامت باتی وجه حالا کسا سیگریٹ باری من کجا شو سیگریٹ سیگریٹ کار کار بو منی سیگریٹ شو نبرتا من کلا شو گوشتی دانا کای تگا منی سیگریٹ هم برای کشی و ما هم حیران و سرگردان سیگریٹ و منی هم یک کار که بو کشه شو من کلا چو اینگو کسان گوشتاره سیگریٹ هم منی هم برای چو مکنه شر نه کارم مکنه شر گپ نه چه کارن شما کنی شو گوشتی دانا دست کشی این مزانا ابراهیم کارم او ابراهیم تو سیگریٹ کشه نه تو نبارتم نزانو که سیگریٹی کمی سیگریٹ هم با چون گوشت دست را دی داننا مامرسو گوشت مردم داننا نه من نزانی تو سیگریٹ هم برای شما یه جنام بارتنم بله مزاق کنم شما چه کنو تیم پاس کنم گو شما تانا و نبینم خیر وجه حل کسا ببخشی نکم که مزاق چی بیت نی ما کجا تو وجه کجا رستگتم دو لشکر اوشی چند با معرکه یک کارزار یک کادگر دود کردن که ملک صوبانا چون رستم دستان گرک دریا آهان وجه ها او در رسوم جتگا خوش باشه قدیم به میدان یرکتو امیر دیگه امیر دیگه رفت او راستی کجا مرسته ملک صوبانا گوشت که دانا ملک صوبان گرفت ملک صوبانا نیزه او اشتلمش ملک صوبانا چه حدا گوست او توبه ها کجا رسم امیر ارسلانا دید که دو لشکر چند معرکه دود کرده ملک صوبانا چو رستم دستان گرک دریا آهن پولاد شاید ما میدان ها و اقبال شاه و مرچی که گوانه ملک صوبانا سارا نواردش میدان که ات پریاز یوشه ای اقبال شاه مرچی روچی هستن که تمام لشکر تیگا به ضرب زهم آبدار پیشات چس کنم دمار چپی روزگار در کارم بسم الله مرد با میدان دیم ده یکی ترسه داده نفر بیایی وجا ملک صوبان چه حدا گوست امیر ارسلانم و کلب سپاه و زیر علم اوشتاته بیتگه چو شیر خشم آلود
شی لونتانی وتی دانتان گفتن جایتان چه سپاه ملک سوبان شاه یکی چه امیران در برابر تعظیم کو قدیم میدان ایر کو سر رای به ملک سوبان گفت و ملک سوبان نیزه چه کفش وشی دانا آرد دست به قبضه زهما برد و برک تیگ ظلمت گلافا چه کشتی به سرای جتی و وقتی دو لشکر خبر بیتا برک زهم وشی آیه چه مرکبا چه وجه جستنی کنیم وقت اسپاگ دونیمی کو صدای احسن چه دل امیر ارسلان چتری ملک سوبان دست بوتی بروتان کشه فریادی جا خوش بی قدم به میدان بله امیر 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 دیگر رفت امیر دیگر رفت هر کسا در میان میدان وش ظرف نیم ساعت 3 نفر چه دلیران شجاعان پریزادن کشتی دیگه تاب با امیر ارسلان نماند هی بوتی مرکبا یا هی جتی سر تک پولاد رگ که دریا شگاف و هامون دریا دروک و هامون نورد کوه نوردیه هنچو هی جت بشی اسب بگاه پویه سبک روتر از خیال اسبی بگاه حمله محیاتر از نظر اسبی که بس که چابک گویی که تعبیه است در گام رهن نوردش یه تک آشیانه پر اسبی که هست جنبش او در بسیط خاک ساری تر از حیات در اندام جانور اسبی که هست گاه درنگ و گه شتاب کوه گرانش مادر برک یمان پدر اسبی درو وجه اسبی بگاه پویه سبک روحتر چه خیال اسب بگاه و حمله محیاتر چه نظر وقت حمله چوشی محیاتر چه نظر او اسبی که وقت حمله کن تو تمام کار کن اسبی چو مثل اسبی که بس چابک و چالاک گویی که یعنی مردمان پیما جنگ کن تعبیه هست باشی در گام رهن نوردش وقت گام جنگ باشی یک تکو آشیانه مهری باشی آشیانه اسبی که هست جنبش او در بسیط خاک باشی هنچین اسبی که آی جنبش کنک خاک سرا چوش هنچو چسبی چو مثل کشون هوای چسبی ساری تر از حیات در اندام جانور یعنی تیزتر چه حیاتا در اندام حیوانه اسبی که هستن گاه درنگ و گاه شتاب اسبی که هستن چو گای همین درنگان سر سرت کن گای چو مثل تیر پیما راه رو کوه 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 گرانش مادر برک یمان پدر کوه گرانی باشی یعنی با تعریف کنگه شعر واجه درباره اسبا باشه هنچین مرکبی چه جاگه وشی پادت هنچین طرز نبرد بجای آورد یا دور جنگ میدان توکا جتی احسن چه دل دوست و دشمن چسبی سر راه تنگا تنگ به عزم جنگ به ملک سوبانی گفت چند ملک سوبان وقت بابتاب جمال 21 ساله نوجوان یا کبت که در آسمان سایی به زمین دور داتا شماتا دهر و زمانه که چوشین عرصه چوشین مثلا نوجوان با وجود دنیا نیت که چوش رستم دستان با خانه زین مرکب اسب نشتگه چه آراستگی چه برازندگی شکل شمایل امیر ارسلان خوش چه سر ملک سوبان به در رفت چه صلابت رستم سهولت پشتی بشی لرزد فریادی کو جوان تو که
تا به حال تو کجا بیته؟ جوان تو که و تا به حال تو کجا بیته؟ کجا سنگ دل رحم به جوانی تو نکتگی و ترا به دست منی بکشک داده. امیر ارسلان های بر او زد اوشه. های کتی های مادر به خطا چه وشه؟ خبر دپیگا و تیگا بفهم که چه خبر کنه تو که بتونه یه نگاه چپ به من بکنه. منا چه میدان داری و تیگا آرزانه یعنی عیب زانه منو کشنده پولاد زرا دیو شکننده ترسم سنگ باران منو امیر ارسلان بن ملکشاه رومی تا به حال در ادا نبیتگم دوشی وارد بیتگم هما شبانه مات پولازره کشتم مرچیت کن در میدان سزای ترا با کرا بلو حرام زاده چند نفر چه پریزادن بی قابلیتین کشته گنته اشتلم کنه مرد میدان تی منو چه نهاده ملک صوبان درد گرسی ای آدمی زاد ماده بخطا بیا که شر منی چنگا منی گرفتا کتگه من ترا لوٹوں نیزه حواله سینه امیر ارسلان کو هر دوین در گوشی نیزه هر دوینا در نیزه وری که بیت دو نیزه در بازو دو مرد دلیر یکی اژدیا دیگه گوشی نر شیر یکی اژدیا یکی نر شیر امیر ارسلان به لب شیرین نیزه چه کپ ملک صوبان بدری کد ملک صوبان دست به زحما بو نیزه جگوشی بای دستا وقتی که دستی به قبضه زحما برد که پرک امیر ارسلان بجنته امیر ارسلان زحم چه دستا پچگه آیگا در نارد در عوض دست بر قبضه زحم زمرد نگار برک تیگ ظلمت گلاپ و کشه هنچین گوشی بای پرکا جتی که گم مرکبا گومتی اسبا چار پارا بی چار قسمت بی هنچین زحمه بیتی چار قسمت کو و صدای آفرین چه دل ملک اقبال شاه به چرخ برین گوشی رسه سپاه ملک صوبان چه جایا درد که امیر ارسلان دست به زحم زمرد نگارا با آن حمله کد سپاه ملک اقبال شاه هم چه جاگه درد به قلب سپاه بنیجان جد امیر ارسلان و ملک شاپور به هر طرف که دیم کد کشته پشته ساخت دم وقت زور یک نفری چه بنیجان باقی نماند تمام چه پیش چی چست کتن وجه پت پیروزی تمام در بارگاه وشی وجه پت پیروزی قدم من بارگاه ایرکو اقبال شاه گوشت بزم شاهانه آرایش دا چون سر حریپانی چه باد نام گرم بید امیر ارسلان دیم گم ملک اقبال شاه کت ارزی کو قربان بومم بفرمای سپاه در تدارک ببی بروین کار ملک جان شاه هم یکسره کنی بنده پیش چه تاب مفارقت ندارم اقبال شاه گوشت لشکر آماده است هر وقت میل داشته ببی برینو روین امیر ارسلان گوشت باند اردو حرکت دهیم آصف وزیر عرض کو قربان به ما ای سپاه یک ماهی هستین جنگ کننگه اغلب امیران صاحب اسم و رسم در این جنگا کشک بیتن به قدر 10,000 کس مرچی در میدان کشک بیته باید لاشان اشانیگا به حاکا سپرد کنه هر کسی به سر کرده امیران عزاداری کند یک ماه دیگه هم که بیبی کشته هرچی هستن باید دفن ببنده حداقل باید 20 روز دیگه صبر کنی سپاه کشتیان با خاکا بسپاریم بعد چایا هر جاگه لوٹه بروی مختاره امیر ارسلان گو وزیر تو راست وشه لیکن من تا 2 روز دیگه هم صبر نکنم این 20 روز یک ماه که شما گوشه کشتن شما دفن کنیم ملک جان
ملک جانشاه عرصه بر ملک شاه تنگی کتا چه تماما گوسته پارولکان در بند تو کنی من در یک ماه 1000 کار کنم و و بساز و معطل و بیکار بمانو تا شما کشتن دفن بکنی پس من به تنهایی به چند تن چپریتا به مملکت عرض بیزارم کارا گو ملک جان شاه یک طرفه کنم اگر کشک بی تو هم شما به سلامت ببی اگر زنده من تو پتو کو وقت کس به طلب شما دیم دون تا بیای اقبال شاه گوشت فرزند یه چه خبری هستین که جنه من چطی نوکران هستم تا زنده هستم منی سر منی هستن قدم تایی ببیتین و تو تنها به جنگ ملک جانشاه بره چه شجاعان نهنگان روی زمین هستین و تون دست بر روی دست بنندو مردم به من چی گوشنته امیر ارسلان گوشت پس تکلیف چیه من در ای اردو یک روچی بیکار نمانو اقبال شاه گوشت اردو سپاه به دست آصف وزیر و شمس وزیر دوم من و ملک شاپور گو 10 نفر چه امیران چند افرید به همراه تو خواهیم امیر ارسلان قبول کد قرار ایر کو روچ بعد بروان شب که در بارگاه بایش نوش بسر بود 5 ساعت شفا گوست پادت کن سرا پرده رفتن به استراحتا پرداختن روچ دیگه در آیگاه روچه جانتا و امیر ارسلان نامدار سر بسته راتا چسکو به حمام رفت سر کله و سپایی دا اسلحه پوشد و بارگاه ات به جای وقت قرار گرفتم ملک اقبال شاه گوشت قربان ببین بفرمای تخت حاضر کنن که برویم ملک اقبال شاه گوشت تحت حاضر کو اقبال شاه اردو با سپو وزیر و شمس وزیر سپردی کد وقت امیر ارسلان ملک شاپور تخت نشتن و اپریتان تخت چس کتو به طرف عرض بیزا روان بیتن بعد چه 3 شب و 3 روز چه دیگرا چه شهر ظاهر بی امیر ارسلان و گو اقبال شاه گوشت بفرمای اپریتان تحت به زمین بله مرچی در ای چمن به سر برین شب وارد شهر بین و اقبال شاه گوشت اپریتان تخت به زمین ایرکو و آرو چند در چمن به سر برد وقتی که آفتاب روچ به سر چاسار مغرب کشت مغرب بید شه زنگ جهان مسخر بید امیر ارسلان و اقبال شاه به تخت نشتن پدا بار دیگر اپریتان تخت زرد به طرف عرض بیزار روان بیدن 4 ساعت شفا گوستگه به اردو ملک شاه و ملک جانشاه رسیدن دو اردو در کمال آراستگی در برابر هم فرودت کن بند چادر اگشی بابتگه قرار گرفتگتن صدای دول تبل جنگه اردو لشکر به سفر مینای اوشی رنگ رستگه امیر ارسلان گوشت تختان بر در سراپرده ملک شاه به زمین بلی وقت ملک شاه گون وزیران و امیران در کمال پریشانی و بیدماغی نشتگه و گوشتی نزانو چه به سر امیر ارسلان اتکه ما کجایم آیا زنده هستیم یا مرده وای بر ما اگر یک میدی چه سر امیر ارسلان کم ببی یقین زانو چه دست ای حرامزاده جان به در نبریم وزیر گوشت قربان بمون بر فرض ای که امیر ارسلان زنده هم ببی حالا که به شما منفت نداری تا ای بیعت ملک جانشاه دمارچ روزگار مگه در کاری ای تبل جنگی که این شپی جتا گمان ندارم بانده یک نفر چه سپاه جان چه ای جنگا به در باب ملک شاه گوش خدا مزنه توکلت علی حی الذی لا یموت بگن تا چی زاید شب
زاید بیتیم زاید شب آبستن هستیم تا باندا آسمان هزار بازی کنتیم در این همه خبراتا که امیر ارسلان پرده بارگاه مکراجا ناگهان خورشید جمال من دل شب بشید طالع وجه طلوع و پشت سر ملک اقبال شاه ملک شاپور داخل بارگاه بیتن امیر ارسلان تعظیم کو چم ملک شاهرخ شاه که با آفتاب جمال امیر ارسلان کپ بی اختیار نعره کشید نزدیک بو که جان چه بدن آیه دانا بروتن چه جاگه پرد امیر ارسلان چو جان شیرین من بغلی کشید جبین مردانی آیی چوکتی گوشتی پرزند عزیزم تو کجا بیتگه چه غم آتیگه من صدکم و آزرده جانی بیتگم به قدر روز محشر ده طول داده هر زمانی امیر ارسلان دست ملک شاهرخ شاه گپ بر روی تخت نشتم ملک شاهرخ شاه ملک اقبال شاه و ملک شاپور در بر کشه که به هر دو تعارفی کد ملک شاپور دست وتی جد و پیروکه چوکت ساکیان مای به مجلس آرد چون که سر گرم بی ملک شاهرخ شاه با امیر ارسلان گشت فرزند در این مدت تو کجا بیتگه چی پتی سرات که امیر ارسلان هم ماجرا وتی چه اول به مملکت جان به جان روگه به هم جنگ کلا سنگ باران کشک مات پولا زرا نجات دهک ملک شاپور کشک ملک صوبان تمام بیان کو چه جان ملک شاهرخ شاه وزیر و امیران آفرین چست بید پس چایی ملک شاهرخ شاه با وزیر گوشت پرچه نشتگه پادا بگو نکارا و بشارت به نوازش در بیار امیر ارسلان گفت قربان به ما هیچ لازم نه بفرمایین شپی در اردو نام منیگه به زبان میاری همه طور هر شب تبل جنگ شما جتا بدنید شما هم باندم مثل هر روچن به میدان بروی صف آرایی بکنید لیکن کسی به میدان مروتین تا من به توفیق خدای 18,000 عالم جواب ملک جان شاه و لشکر آییگه بدم ملک شاهرخ شاه گفت فرزند هرچی تو باشه به جان منتن قبول کن منت پذیرم به جان دل منت پذیرم و بچه گفتگو باز بید قرار جنگ روچ بعد ایرکو پادت کن به استراحت وقتن تا وقتی که یکی سوار عرصه خاور و یکی تنه خود را به قلب سپاه آنجام زد لشکر شام را منهزم کرد وشی سپاه آنجام زد و لشکر شام را منهزم کرد تخت مرصع گرفت شاه مرصع بدن جیب مرصع درید شاهد گل پیرهن خاتم زرین که داد دست سلیمان به باد صبح به صحرا افتاد از گلو آهرمن وجه سپاه آنجم زد سپاه آنجم من کلا وجه روچا بشی سپاه آنجم زد و لشکر شام را منهزم کرد و تخت مصرع گرفت شاه مرصع بدن جیب مرقع درید شاهد گل پیرهن خاتم زرین که داد دست سلیمان به باد صبح به صحرا فتاد از گلو آهرمن بشی معنی وجه من نزانه ببخشید شعری و رسول برجان شی معنی من نزانم خیر بیضه زرین نهاد طاهر مشکین شب پیکر پروانه سوخت شمع ز مرد لگن داتی جاگه شاعران پارسی توکن بلکن شهرین کتاب توکن شهرین پارسی توکن لکه شهرین پارسی اردو هور بینگ شهرین شاعران در آیگاه اوشی روچه جانتاب امیر ارسلان نامدار سرچه بستر راحت پادت کو سر تا پاد گرک دریای آهن و پولاد بید و سرا پرده چه پرده چه دنات سوار مرکب بید من دو لشکر در برابر هم سپارایی کو و یک کادگر روبرو قرار گرفتن آرایش بیتن
و تمام چیز واجه مسیر بود، واجه آماده بود. کلب جنا و کمینگاه آرایش کنک بود. امیر ارسلان گو اقبال شاه و شاهرخ شاه و ملک شاپور در قلب لشکر اوشتادند. دلیران چند به معرکه کارزار واجه آماده باش دود کن پر جنگه که چطور جنگ کنه سپارایی بیتن. سپاه بنی جان ملک جان شاه به مرکب سر تک سوار گرگ 114 پارچه اسلحه رزم نیزه خطی مدست چون رستم دستان قدم بر سه کارزار ایرکو و ترید نبرد به جای آرد. مردی طلب کو یکی چه سر کردکان اپریتان در برابر تعظیم کو قدم به میدان ایرکو بدون گفتگو همچین زهمی به پرکایی نواختی که تا جگر اوشی جگرگاش وید درم کشه بی خبر هنچه اوشی زهمی جتی های جگرا که درمی شگافتی پریادی براد که ای شاهرخ شاه در کدیگا وتی سپاها بی جهت در دست من کشگده کجا این پسر بنی آدم که به حمایت تو آورده بیده که پولا زیره کشته دی میده بیتن سراپایی گویا من سراپایی یعنی گویا بجنگو تا با امیر ارسلان نماند های با مرکبی وتی سر تک پولاد رگی کو پیکری دریا نوردی دریا بر روشی وجه دریا در روک سارا نوردی سایکا کرداری یعنی چو گروک پیماوتی من راه روشی باد رفتار برگ سیر دریا شگاف زد دیوانه مرکبی که اگر هی بر او زنی آرد برون ز کاسه سم مغز روزگار گوشی هنچین دیوانه مرکبه اسبی هستی گوشی هنچو هی تو بکتین چو آرد چو مثل باد پیما سم موشی مغزدار که زبی نجتی گردها کش چسکو چوشی موشی مرکبی چه جایی که درد و نبرد به جای آرد که سر راه تنگاتنگ به عزم جنگ بر آب بی نام و ننگ گفت که چم ملک جان شاه با آفتاب جمال و برز و یال و کوپال 21 ساله جوان یا کپ که چه آیا خلقت آدم تا کنون مادر چین وشی دهره چوشین مردین چوک با عرص وجود نیارده اگر مانی سکی مزنی نقاش بیته مانی نقاش سر چه کبرا وشود که در بیاری تصویر یک خلق چم بیگا نتوان یگا بکشی پشت لون تایی تازه با آب بکا وشی سبزی کتا یعنی تازه بروتی وشی به دماغا بیتنگا دسته سنبول زلب چون مشک تر بر دوش ریخته مشک یعنی چو زلپ آیه چو ای پنوشه ای کوپک سرا رتکگا سر تا پا گرک اسلحه و رزم این کی سواره که بلای دل و دین است 100 خانه بر انداخته در خانه زین است ماهی هست درخشنده که بر ابر سوار است سرویست خرامنده که بر روی زمین است آشوب جهان است اگر اسب سوار است آسایش جان است اگر بزم نشین است بر فرس تندرو هر که تو را دید گفت برگ گل سرخ را باد کجا می برد هوش از سر ملک جان شاه به در رفت انصاف می دهم که لطیفان و دلبران بسیار دیده ام نه بدین لطف و دلبری عقل آیه حیران بید پشتی به هم لرزد دستی به زحمت در هوای خشک بید همچین چه صورت و مژگان آیه به هم لرزد که اشک بوس کشانی که چه تیر رستم زال نزدیک 2 ساعت مات و خیره به قد و ترکیب اندام امیر ارسلان چاریتی
پس چایی جستی کو جوان ترا به هر مذهبی که داره بگش بگندون تو که و کجا بیته که به میدان من پرچیات که حیب چه جوانی اندام ترکیب نمانده که به ناحق و تا به دست من به کشک ده امیر ارسلان یا پور یا کندگ بچکندگ جت گوشتی به کدرا وتی دپیگ خبر بکن خانه خراب تو که منو بکشه صد مثل تو از تو بالت بسترینا کشتگن تو اگر وصف مرا اشکتگ منو کشنده پولاد زره برهم زننده دستگاه کله سنگ باران امیر ارسلان بن ملکشاه رومی به توفیق خدای 18,000 عالم قدم به ملک بنی جان و ارکو طلسم کله سنگ باران و پروشت به شهر سپاه رفتم ملک شاپور چه صورت سنگا نجاتون داد و تیچوک پسر تیچوک ملک صوبان و اپریتا مات پولا زره علوپه زهم آبدارون کتن هنو به سر وقت تاوت کمون پیشه وطیگه چه نر شیران خالی دید تگه چار پریزاد کشته لاب جنه لاب مردی اگر مردیه چه مردان عالم نشان داره بیا گوما جنگ بکن حریب تی منو چه اشکنگه ای حبرانشون 9 قوم بود سپر نیلگون گوت کنته به سره جتا آه چه جان آیگه درت فریادی دراد ای مادر به خطا حرام زاده آس پدی جانا بکپی منی نوجوانی چوک تو کشته بیا که من ترا هنی بگرون چه دست من دیگه دست به قبضه زم آبداری برسیم که برک تیک چه ظلمت گلاف و کشتی امیر ارسلان به چیر ابر سپر پنهان بید که ملک جانشاه چه سر میدان های های گوشگا لگه و عربده جویان رسید دستی به زحما کنچو برزا بود که امیر ارسلان نامدار سپر به موره پشت و دورده به چالاکی دست به آیی قائمه زحمه آبدار زمردنگار رسیدی چوب به کمری جد که چو خیار تر به دو نیما بید صدای احسن چه دل دو لشکر چسبید سپاه ملک جانشاه چه جاگه درد دو لشکر به هم جت امیر ارسلان به طرفت العین سپاه ملک جانشاه چه پیشا چسکو هنگام اثر و چنگ و چنگال و خون آلود قدم به بارگاه ارکو تبل بشارت و نوازش در ملک شارکشاه گوشت بزم خسروانه آرایش ساکیان آفتاب طلعت پریزاد می به گردش درد مطربان وجه سازجنوکان گوناگون رنگ پر رنگین چارتار سیتار ارگون چنگ و عود هر پیم ساز و سرنا توتک و تنبک و تنبل و دف و نی و ستور و کمانچه به نوازش دراد همچین بزمی آرایش کو که زهره گوشی به نظاره مجلس سری چه آسمان چارما درار تو سیری چاره چو سر حریفان باد نامه که گرم بید امیر ارسلان به ملک شارکشاه گوشت قربان به اومن 2 نفر چاپریتان با دنبال آصف وزیر و شمس وزیر دیم بده که انشالله بانده قدم با باغ پازر بله این معرکه کوتاه کنه ملک شارکشاه 2 تن چه سر کرده اپریتان به شهر سپاه با دنبال آصف وزیر و شمس وزیر دیم دا آشب دا سلس چه شپا که گوستگه ملک ارسلان گو پادشاه پریزادم و می نوشگه با گوازینتی پس چایی بستر وده حریرین پچه کتو امیر ارسلان و اقبال شاه در بارگاه به استراحت وقتن ملک شارکشاه دست ملک
شاپور گرد داخل امارت حرم بید. منظر بانو از سر رو و چوکه دیدن چوکتا آن هم با استراحت وقتن تا وقتی که آفتاب گلرنگ چه ملک با فرهنگ، چه پشت کوهان پر پلنگ، دریای پر نهنگ، سر به دری کو جهانی چوتی نورا منور کو مزین کو. دم صبحدن چون دمید آفتاب، تو گفتی آتش برآمد ز آب. واجان که سهلاست آدگر بلی بانده شب فصل 17. سلامت باتی. الله شما رو سلامت بکن. الله میاره. الله برای واپسی واجان صبح نماز پش که بشم گناه حق کوبال درو من گردنه او شی مولا مارا نرسه نماز وانگا شپا که سیجتا وان این اٹی من اوشم گناهان منی گردنه من بیچاره ما وان چو گناه کاری ہوں گناه منی گردنه دور دے او همشین ما مولا ما وانا ورسا کسا بجان وقت کسا جتا او ما نرسه واپسگا او مار کسا دوسو جتی کسا درستن شپا نرسه مارا واپسگا گناه منی گردنه من بیچاره که دور دے سلامت باشه واجه 36 دقیقه 37 دقیقه بگر 36 دقیقه تو نیمه واجه سلامت باشه الله شما رو سلامت بکن الله میاره الله حافظ خدا بخش کسه وانچو از نه در صحبه کسه جنه اوشی من نواب سن درست شپانه اندو کسه اندازه هرچی حد حسابی نبی درست هم بردن یکی شپا بیدن نه کسه اندازه نیم ساعت دان و 1 ساعتی نبی درست شپا من کسه بیدن سلامت باشه الله شما رو سلامت بکن الله میاره الله آواجا 37 دقیقه 2 ساعت و نیم که لگه واجا سلامت باتی الله میاره الله شب باش